السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی هر یک کدوم شما را نیابون باشه. لکن تو نمونه که تا که بسیار را بکنن کدام حافظه که بس کنن انشاءالله سرایندگی را ریپری را انشاءالله که از جیبه که خدمات میگیریم به خانه خدا روانشان میکنیم. هر حافظه که باشه یا که خدم با همراهشان میبیم یا که روانشان میکنیم با همراه یگان برادر، فقط به خاطر الله. اگر که بس کنن کلا و شنیمسی الحمدلله قبول کرد با امروز دستگاه برو آمدیم بگونیم، یعنی ویدیو رو گوش کنین و اوضاش دفت ساسته تا آخری ویدیو رو گوش کنین و من میکنم بس میکنم انشاءالله کلا این حال ما در نظر مسجد بلال رضی الله عنه به نام همون بلال شدگی مسجد الحمدلله و دوام ویدیو رو تماشا کنین. مسجد بگیم حضرت ابوبکر و حضرت علی یعنی هست مسجداش. مهم چیه که قبول کرد الحمدلله با نزدیکی به خاطر الله میوریمش. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر انسانی که در یک کار خیر دلالتی کنه در نامه اعمال او اجر ثواب نوشته میشه. یعنی که انشاءالله که مخلصایی که با همراه بودن شاید که مبدل بگردن به سوی کار حق. خب الله نگهبانتان باشه. خداوند هر یک کدوم ما شما را توفیق بندگی عطا فرماید. ان شاء الله ویدیو رو تماشا کنین و پادیلیت کنین و به دیگران برسونین و لایک به پلای فهمونش تا که دیگران ببینن. خب باقی در امان الله. السلام علیکم. حضرت ما نمیخواستی در فرقتی مخلصا مسئولیت که کنسرت ادمینید رپ ادمینید بلیت مرا تغییر که حضرت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خلاص ان شاء الله که پاسپورت روان که به خاطر الله، فقط این کاری ما به خاطر الله های، نه به خاطر که مردم بفهمن، نه به خاطر که مردم بگن که ما شما رو بردیم. به خاطر الله هست و به خاطر که جلب کننده تو اینکه مردم که یعنی یار رفیقاتی که در همین صحنه به مثل خود هستن شاید که برای همونها عبرت شود تر سبب همین خیر شی که همونها را هم بس کنن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که من دل علی خیر فله اجر مثل فاعل. هر انسانی که برای کار خیر دلالتی کنند در نامه اعمال او اجر ثواب نوشته می شود چنان که او شخص او را انجام داده است. یعنی خیال میکنیم که اون برادری که قطعی شما بود بگیم با همراه شما در اون صحنه بود دنیا گذشت، یعنی ما و شما را امروز از روزها میگذاریم به اون خاطر نیکی بیمانه جاویدان ان شاء الله. به اون خاطر پاسپورت انتظارم، پاسپورت روان که و ان شاء الله که بلیت هم میگیریم، ویزت هم میگیریم ان شاء الله. بروز 21 ان شاء الله که با همراه خودمون میبینیم. اینا برادران عزیز ان شاء الله که بلیت هم میگیریم.